گلا میمونم در نزد مزار اوچا میشینم. توی 3 سال میشه که ما روزی شما رو به شما جشن میگیریم و استاد نظیمان موسیف که این گل رو با من یک برادر خوب خیر کرده گرفت و گفت مادر جان ما شما رو خیلی پزمون شده. واقعا مادران بزرگن، بگذار مادر همه ما و شما رو خداوند نگهبان باشد. سلام درودی خود را به هر یک شما میرسانم تماشابینان و مخلصان سامانه فرهناز لایف. اولین برنامه استعداد را منظور شما میگردانیم و اولین مهمان ما هست اکراموف انوشیروان. فکر میکنم همه ما و شما او را میشناسیم میدانیم و در فیلم قصر غم اشتراک کرد و یکی از فیلم تربیوی که به دل همه جا گشت که نامش چی بود؟ اول مادر و معشوقه. اول مادر و معشوقه که در آنجا نقش اساسی را بازیده است. امروز دعوت کرده ایم انوشیروان اکراموف را. شما را خوش آمدید میگیم به برنامه. سلامت باشین انوشیروان جان. میگفتید که در چی سبب شد که انا همه شما را دعوت کردن در انا همه اولین کلیپی اول مادر بعد معشوقه؟ سبب شما نمیدونم، نه که وقتی رفتیم اونجا که باردین سبو اونجا چی گفت مقصد نشان دادن که چیکار کردن در کره، چی گفتن در کره خیلی به چی خیلی یکم دو کم شیدم بعد دیم دو شده خیلی به اشک مقصد گپ زدم به خطوی گپ زدم بعد جایی که از عهده آن همون چیزی که شما سینری که شما در پیشنهاد کردن از عهدهش برآمده؟ بله برآمدم. بعد که چی وقتی مزار میرفتم باید مقصد شده مثل که مقصد مادر ما گذشتگیه 3 سال شد من باید مقصد جدا میرفتم گریه میکردم که گل میموندم خیلی گپ میزدم خیلی رفتم اونجا مقصد توانستم چی کردم که بعدین شما مقصد گفتم آفرین. بعد کلیپ که تمام شد خیلی مشهور شد مقصد توش کسان بسیار جا دامه دیدم و به اون مقصد میپرسیدن که اون بچه تی بیا که تنستی خیلی میگفتم ماما خیلی میپرسیدن من در فیلم در بسیار جا میپرسیدن که آیا مادرش مادر هست؟ بسیار جا دامه خیلی میگفتم نمیگم مادرم هسته. این ذوق شما بود که شما استعداد شما بود که شما انتخاب کرده در صنعت را. سببش همون بود که که بعدین همون دستان خودش رکلام کرده بود که خیلی بودم در کار برای چی که به خلام گرفت رفتیم اونجا خشید بعد هم خیلی مشهور شد رولی بعد من هم بسیار شد. خب از فکر میکنم که سرچشمه که بین جوش زدن شما در راه اکتیوری انا همون محض کلیپ بوده، انا همون فیلم تربیوی بوده. خب در آینده باز در کدام کینوها بعدی انا همون فیلم در کدام فیلم ها بیشتر باز بعد در یک فیلم تمام در فیلم قصر غم که در آنجا من رول دختر برادر کلانی رو اجرا میکردم که در آنجا آنقدر رولی کلان نداشتم ولی در آنجا بودم. مهم که بود. بله. مهم که بود. خب از این پس میخواید که آن همین پورا راهی آن همین اکتیور شدن رو پیش گیره؟ بله در هست. بله. ذوق پیدا شد. ببین انا همون فیلمی که اول مادر بعد معشوقه انا همون لحظه را بازی کنه برای مردم تماشا کنه. لحظه پیشین در نزد مزار. هر دی لحظه که برای به نهایت لحظه دردآور بود فکر نزد مزارش ام لحظه ببین بازی کنه. وقتی هم مزار تا داخل شدندن راست میرم بعد پیش مزار مادر میام. جس گپم سر میشه. دستان در من سلام علیکم مادر جان این من هستم گلا میمونم در نزد مزار اوچا میشینم. توی 3 سال میشه که ما روزی شما رو به شما جشن میگیریم و ما شما رو خیلی پذیرون شدیم و به شما نمیتوانیم مادر جان ما شما رو خیلی یاد کردیم. الکه در این حالت الکه گریه شما واقعا استعداد خود است. مبارک باشه.
بخشش گفتم مادر جان ما شما رو خیلی پزمون شده این گونه که شما میگوید من از اونجا گرفتم این گل رو با من یک برادر خوب خیر کرده گرفت و گفت مادرت رو از دوی من سلام میگو و با زودروزش تبریک میکن و من شما رو از دوی همون برادر سلام میگویم و زودروزتون مبارک. واقعا مادران بزرگند. بگذار مادر همه ما و شما رو خداوند نگهبان باشد. باید نام مادر را گرفتن الکه این دو دره که ما به لرزه آمد و از چشمانش اشک جاری شد. واقعا مقدس مادران. واقعا ما فرزندان در زیر پای مادران بمیریم. انوشیروان جان من میبینم که همین بسیار نفرانی که پیش از که اشک میرزونن همون چی در چشمانشون میمونم. نه که من فکر کردم دیدم چیزی که شاهد شدم این اشک واقعی بود. این صدایی که داری دوام ده و میخواستم بگویم که با کی پیروی کردن میخوای از اکترهای جمهوری تاجیکستان که اینقدر اکترهای با قوت داره با کدومش میخوای تکیه کنی؟ اکتری که من بسیار فیلمش رو تماشا میکنم و پیروی کردن میخوای؟ با او هم حتی در فیلم قصری هم همراه کار کرده این استاد نظیرمند موسیف که جانشون جنت باشد که همه میدونم اثر گذاشتن پیروی هم اون خصم میخوام باشه بهترین مانندی شنونده کم داره. خب میگذاریم که اگر شما را در دیگر فیلم هایی که این برنامه را تماشا کنند در دیگر فیلم ها این دعوت کنند اگر به فکرم که راضی هستید که رفتان بله اشتراک کنید. راضی هستم و هم میخوام دوام دیام. خب بار دیگر خوش آمدید در برنامه استعداد. چی گفتنی ها داره؟ چی نقشه ها؟ چی آرزوی دل داره که برای مخلصان بگید؟ آرزوی دل من همون است که هیچ وقت خفا نگردم از راه انتخاب کرده خود و همین طور دوام دادن گیرم و انشاءالله در آینده من هم که مثل همین استاد نظیرمند موسیف همین طور مشغول گردم. تشکر زیاد. دوستان عزیز این بود درد دل انوشیروان یعنی استعداد او مبارکش باد. خب یک جای میشویم دستگیری میکنیم انوشیروان جان در راه صنعت تا برنامه های دیگر